سلام، من پوری هستم و این سومین قسمت از پادکست رادیو عجایب. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب رو شنیده باشید پس میدونید رادیو عجایب در مورد چه چیزی قرار براتون صحبت بکنه. ولی اگر اولین اپیزودی هست که از رادیو عجایب میشنوید باید بهتون بگم رادیو عجایب روایتگر تمام عجایب‌های این دنیا است. من راوی عجیب‌ترین چیزهای این جهان هستی برای شما هستم. نمیتونم بگم راوی خوبی هستم یا نه ولی امیدوارم عجیب باشم. یک مقدار ضبط قسمت سوم من طول کشید. به دلایلی من یک مقدار کسالت داشتم و نتونستم ضبط رو انجام بدم و همچنین مجبور شدم دوباره ضبط رو از اول انجام بدم چون نسخه اولی که ضبط کرده بودم کیفیت لازم رو نداشت و مجبور شدم از یک بار دیگه ضبط رو انجام بدم. برای همین این رویه طول کشید. اما قسمت سوم رادیو عجایب یک مقدار با دو قسمت قبلی فرق داره. وضعیتش قرار بود در مورد یه موضوع دیگه من بحث بکنم، انتخابش هم کرده بودم و محتواش هم آماده کرده بودم، ولی دقیقه 90 با شنیدن یه کاری یعنی آهنگی که شنیدم تصمیمم عوض شد. یعنی یه خاطره‌ای زنده شد برام و تصمیم گرفتم به جای اینکه بپردازم به اون موضوع به یکی موضوع بپردازم. این موضوع اونقدر عجیب نیست، شاید بیشتر از اینکه عجیب باشه احساسی باشه، ولی خب این اسمش رادیو عجایبه و حتما هم باید یه اتفاق عجیب توش افتاده باشه که من بهش بپردازم. یعنی از اصل کار نباید دور بشم. داستان عجیب هست، کلا داستان عجیب هست. یعنی شما وقتی این داستان رو بشنوید 100% غافلگیر میشید و براتون عجیبه که چطور ممکن چه اتفاق رخ بده. قسمت سوم اسمش هست دست نمیتواند پاک کند. با هم گوش میدیم. قبل از اینکه پادکست رو به بخش اصلی داستان ببرم و بخوام در موردش توضیح بدم، بذار یک موضوع رو براتون روشن بکنم. جمعیت شهر لندن یه چیزی بین 81 تا 82 دهم میلیون نفره و این جمعیت هم تو روزها افزایش پیدا میکنه. داستانم که قرار براتون روایت بکنم تو شهر لندن رخ میده و توی یکی از پرترافیک ترین بخش های شهر لندن یعنی گرین بود. داستان از اینجا شروع میشه که 26 ژانویه سال 2006 مقامات محلی که مسئول مسکن یا آپارتمان‌های اجاری اون محدوده گرین‌وود بودن یه گزارشی دریافت میکنن از عقب افتادن پرداخت اجاره یه ساختمون. تصمیم میگیرن که این ساختمون رو تخلیه بکنن. این عقب افتادگی ساختمون، اجاره ساختمون هم یه چیز حدود 3 سال بوده. یعنی 3 سال هنوز به طور کامل پول اجاره ساختمون داده نشده بوده. اونا به سمت یه ساختمونی تو گرین‌وود میرن و تصمیم میگیرن که خونه رو از صاحب قبلیش پس بگیرن و تحویل بدن به صاحب جدید. بعد از اینکه به در خونه میرسن و میبینن هیچکی در باز نمیکنه خودشون وارد ساختمون میشن. وقتی وارد ساختمون میشن با کوهی از نامه‌ها پشت در روبرو میشن. همچنین ظرف‌های غذایی که هنوز تو سینک ظرفشویی هست و کلی هم خاک گرفته و تلویزیونی که هنوز روشنه. تلویزیون رو شبکه BBC وان هست و داره برنامه معمول خودش رو نشون میده تو اون روز، تو اون ساعت. غذایی هم که تو یخچال پیدا میشه تاریخ غذاشون برمیگرده به سال 2003 و خیلی وقت از تاریخ غذاشون گذشته. یه سری هم از کادوهای کریسمس هم موجود تو خونه و این که هنوز هم باز نشدن. اینا تا الان چیز عجیبی نیست. یه آدمی گویا این خونه رو اجاره کرده و یه دفعه ول کرده رفته. اگه یادتون بیاد گفتم هنوز تلویزیون روشنه و یه سری آدم دارن صدای تلویزیون رو تو خونه میشنون. وقتی نزدیک تلویزیون میشید یه کاناپه‌ای رو میبینید که روبروی تلویزیون قرار گرفته و یه دختر هم روش نشسته و داره تلویزیون و شبکه BBC وان رو نگاه میکنه. اما این دختر زنده نیست و مرده. تاریخ مرگش هم برای الان نیست، 3 سال پیش بوده که از دنیا رفته. دلیل مرگش مشخصه و تا همین امروز هم معلوم نمیشه به چه دلیل دقیقی مرده. برای اینکه بفهمن واقعا اسم این دختر چیه و کیه مجبور میشن که با عکسی که تو خونه پیدا میکنن و دندونهای اون دختر بفهمن که این دختر واقعا همون آدمی که این ساختمون اجاره کرده. من دقیقاً با علم زیست شناسی اونقدر آشنا نیستم که بدونم یه بدن چقدر طول میکشه تا تجزیه بشه. اما چیزی که از بدن این دختر روایت میشه اینه که اون تبدیل شده به یه اسکلت کامل و هیچ خبری دیگه از گوشت و پوست تو بدنش نبوده. اسم این دختر هست جویس وینسن. 36 سال سن داره و از یه خانواده هندی تبار میاد.
اولین چیزی که تو داستان جویس مورد اهمیت قرار میگیره این که تو این 3 سال گذشته خانواده و دوستاش کجا بودن. وقتی از بیرون به قضیه نگاه میکنیم ما جویس رو یه آدم تنها، منزوی و کاملا تاریک الدنیا میبینیم. یعنی آدمی نیست که با کسی در ارتباط باشه، زندگی اجتماعی خوبی داشته باشه و کلی مشکلات دیگه ای داشته از نظر روانی و برای همین تنها بوده و بعد از این مدت مرده. همین چیزی که تو دنیای مجازی بعد از اینکه خبر مرگ جویس منتشر شد هم گفته شد. خیلیا کامنت میذاشتن توی فروم‌های مجازی و گفتن که خب جویس وینسنت هم یه آدم مریض بدبختی بوده که تنها بوده و مرده. و دلسوزیشون برای این بوده که این تو این 3 سال گذشته چرا هیچکس به فکرش نیفتاده که بره یه سراغی ازش بگیره. بعد از اینکه خبر مرگ جویس وینسنت منتشر میشه تو مطبوعات و فضای مجازی، جامعه بریتانیا، جامعه انگلستان به شدت مورد تاخت و تاز قرار میگیره که چطور ممکنه تو شهر 8 میلیونی لندن فردی بمیره و بعد از 3 سال جسد اسکلت شده اون پیدا بشه. چون تو 3 سال گذشته یکی از خانواده‌اش، یکی از همسایه‌هاش به خاطر بوی تعفن یا نبودنش نرفته دنبالش و پیشو بگیره. برای همین جامعه بریتانیا متهم به این میشه که آقا زندگی اجتماعی، رابطه اجتماعی تو کشوری مثل انگلستان مرده و این مشکل ساز میشه براشون. اما چیزی که من قرار براتون روایت بکنم از مجله گاردینه و یه گزارشی که تو مجله گاردین منتشر شده در مورد جویس وینسنت و اینکه من بررسی میکنم که چرا جویس وینسنت تبدیل شده به یه آدم منزوی یا یه آدمی که گوشه‌گیر بوده. جویس وینسنت همونجور که اول پادکست گفتم تو محدوده‌ای به اسم وودگرین زندگی میکنه. وودگرین یه جای خیلی شلوغیه و خب انجمن مبارزه با خشونت به ایشون خشونت خانگی این خونه رو بهش داده بوده. وقتی وارد خونه میشید، خونه تو طبقه سوم یا آپارتمانی واقع شده و نظر معماری انگاره که جویس وینسنت از بقیه ساختمون جدا میکنه. چرا که نه همسایه تو طبقه بالای جویس زندگی میکنه نه همسایه تو طبقه پایین جویس وینسنت. تنها یک همسایه در اون طبقه باش زندگی میکنه که اونم با فاصله زیادی دربیش با اون قرار گرفته. یک دختر جوون همسن سال جویس وینسنت یا حدود 36 ساله تو هم ساختمون زندگی میکنه به اسم کارول. وقتی ازش میپرسن که آیا با جویس در ارتباط بوده، جویس رو میشناخته، باهاش صحبت کرده یا نه، میگه که نه، متاسفانه نه جویس رو دیده بوده ولی باهاش هیچ صحبتی نکرده، هیچ کانتکت آنچنانی نداشته و همیشه وقتی که صحبت میکنه در مورد موضوع میگه ای کاش بیشتر با جویس در ارتباط بودم، ای کاش بیشتر در مورد اون میدونستم و این اتفاق براش نمیفته. خود کارول هم از این میترسه که همون اتفاقی که برای جویس افتاده برای اونم بیفته، اونم در تنهایی بمیره و چند سال بعد دنبالش بگردن و پیداش بکنن. وقتی ازش میپرسن که چرا نفهمیده که جویس مرده از بوش یا بوی تعفن و اینا، میگه وضعیت ساختمون اونقدر مناسب نیست. شما وقتی تو ساختمون باشید میبینید که وضعیت مواد مخدر یا آدمایی که تو اونجا زندگی میکنن خیلی بده و سرصداهای زیادی و بوهای خیلی بدی تو ساختمون میپیچه. بعد از یه مدت اون فهمیده بود دیگه بوی تعفنی میاد تو سطح ساختمون، ولی بر این حساب گذاشته بود که همون بوی مواد مخدره و پیگیر این قضیه نشده بوده. تا اینجای داستان اگر بخوایم نگاه بکنیم اینجوری فکر میکنیم که جویس وینسنت یه آدم تنها بوده، وضعیت روحی مناسبی نداشته، افسرده بوده و کلی مشکل دیگه براش رخ داده بوده. بر همین اومده بوده توی ساختمانی زندگی میکرده که برای آدمایی بوده که دست خشونت خانگی فرار کرده بودن. ولی داستان وقتی عجیب میشه که ما یک نگاهی میکنیم به گذشته این خانم. همونطور که گفتم اطلاعات در مورد جویس وینسنت خیلی کم بوده. یعنی وقتی که خبر مرگش منتشر میشه تو روزنامه ها هیچ تصویری از جویس وینسنت سالم هم منتشر نمیشه که بدونیم جویس وینسنت کیه. همین موضوع عجیب میکنه. حتی شبکه بی بی سی وقتی میخواد یه گزارش از این شخص تهیه بکنه میبینه به خاطر نبوده اطلاعات کافی در دست و اینکه به دست آوردن اطلاعات خیلی سخته از تهیه گزارش صرف نظر میکنه. تا اینکه یک روزنامه‌نگار پیدا میشه که خیلی گیر بوده روی این موضوع و قصد داشته یک فیلم هم از این داستان بسازه، میاد خیلی شدیداً روی موضوع تحقیق میکنه. یک آگهی تو روزنامه‌های محلی میزنه و همچنین تو اطراف محلی که جویس زندگی میکرده تحت این عنوان که شما جویس وینسنت رو میشناسید، اگر میشناسید با این شماره تماس بگیرید. تا اینکه یه روزی یه مردی به این روزنامه‌نگار تماس میگیره و میگه من جویس وینسنت رو میشناسم ولی مطمئن نیستم اون جویس وینسنتی که شما میخوای با جویس وینسنتی که من میشناسم یکی باشه. در صورت این آقا میاد و شروع میکنه با صحبت کردن در مورد جویس وینسنتی که میشناسه. اسم این طرف هست مارتین لستر که گویا تو سال 1980 زمانی که جویس فقط 20 سال داشته باش همکار بوده. جویس و مارتین توی یه شرکت حمل و نقل عمومی کار میکردن. جویس اونجا منشی بوده و مارتین هم جز بازاریابای اون شرکت بوده. و اینجا هست که داستان عجیب تر میشه.
جویس و مارتین یه رابطه خیلی نزدیکی داشتن و با هم خیلی دوست بودن، به طوری که مثلا جویس و مارتین چندین بار با هم میرن قهوه میخورن، بعد از یه مدت شروع میکنن به رفتن به رستوران ها، اپرا، دیدن تنیس ویمبلدون و کلی کارهای دیگه. و این نشون میده که جویس اصلا هیچ آدم افسرده و گوشه‌گیری نبوده، برای اینکه مارتین هم میگه جویس یه برنامه کامل برای آیندهش داشته، کلاس‌های فن بیان میرفته، کلاس‌های افزایش اعتماد به نفس میرفته، برنامه داشته که جزو مجریای تلویزیون شبکه بی بی سی بشه. خود مارتین میگه وقتی که جویس صحبت میکرد لهجهش جوری بود که فکر میکردی از تلویزیون آوردنش و دارن باهاش صحبت میکنن، به شدت یک انگلیسی خیلی سلیس باهات حرف میزد و واقعا آدم خیلی جالبی بوده. در کنار اون چیزی که برای من عجیبه، نمیدونم رابطه مارتین با جویس در چه حد بوده. خود مارتین میگه جویس انگار که اونو دوست داشته و دوست داشته رابطهش با اون جدی‌تر باشه، ولی مارتین بیشتر از یه رابطه دوستی با جویس نمیدیده و همین باعث شده بوده که وقتی که امروز خبر مرگ جویس رو میشنوه خیلی ناراحت بشه. مارتین میگه که من با جوی تا سال 2002 در ارتباط بودم، یعنی با هم یه سلام علیک داشتیم و پیگیر حال هم دیگه بودیم، ولی از سال 2002 به بعد دیگه هیچ وقت یادش نمیاد که با جویس در ارتباط باشه یا بخواد باش در تماس بگیره، به خصوص که جویس خیلی عادت داشته جا به جا باشه، یعنی یک جای ساکن نبوده که توی سکونت پیدا بکنه و هر ماه یا هر چند ماه یک بار مکانی که توی زندگی میکرده رو عوض میکرده و اونم مکان جدیدی که جویس توی زندگی میکرده رو آدرسش رو نداشته. اتفاقی که عجیبی دیگه که میفته این که مارتین روایت میکنه که جویس نه اهل کشیدن سیگار بوده، نه اهل مشروبات، نه اهل الکل، نه اهل مواد مخدر. کلا آدمی بوده که خیلی به زندگی کردن اهمیت میداده و این زندگی کردن براش مهمترین اتفاق بوده. برای مارتین هم عجیب بوده که جویس از طرف سازمان مبارزه با خشونت خانگی این خونه رو دریافت کرده بوده و جویس رفته بوده پناه برده بوده به این سازمان. و یه مورد عجیبی که دیگه برای مارتین بوده اینه که چرا جویس گفته بوده که پدرش مرده بوده. مارتین زیاد ارتباط با خانواده جویس نداشت، یعنی اونقدر با خانوادهش رابطه نداشته، ولی روایت میکنه که جویس تو 10 سالگی مادرش از دست میده بر سرطان و خانوادهش هم که گفتیم که یه خانواده هندی تبارن و تنها جویس بوده که توی انگلستان به دنیا آمده بوده و تابعیت خود انگلستانی داشته و هیچ وقت هند رو ندیده بوده. بزرگ کردن جویس هم بر عهده خواهرای بزرگترش بوده که 3 خواهر بزرگتر باشه. پدرش هم گویا شغل نجاری داشته، یعنی اطلاعات آنچنانی در مورد خانواده‌اش وجود نداره، ولی خب خانواده‌اش تو مراسم تشییع جویس حضور داشتن ولی نشد که اطلاعات زیادی ازشون بگیرن. بعد از دیدار با مارتین نوبت میرسه به دیدار با یه فردی به اسم جان یونانی که از قضا دوست مشترک بین مارتین و جویس هم بوده. جان تو دهه 80 با جویس در ارتباط بوده و روایت میکنه که اسم مستعار جویس هم تو اون دوران ریچل پروژکت یا همچین چیزی بوده. ریچل و جان که حالا اگر بخوام اسم دقیقش رو بگیم، جویس و جان یه گروهی رو تشکیل دادن که به قول خودشون چتر باز بودن. کارشون این بوده که بچه پولدارا رو پیدا میکردن، با همین بچه پولدارا میرفتن مهمونی، میرفتن جاهای کلوب‌های خفن، میرفتن خونه هاشون و به قول همون معروف خودمون چسب بازی میکردن دیگه، یعنی مهمون اونا بودن همیشه. اما جان میگه که آقا یه مشکلی همیشه این وسط بوده. جویس به خاطر اینکه همیشه زیبا بوده و انقدر جذاب بوده، هر بار که این کار انجام میده، هر بار چتر بازی رو میکرده، اون فردی که با چتر بازی میکرد دوست داشته جویس رو به رخت خواب ببره. جویس آدم خیلی باهوشی بوده به نقل از جان و هیچ وقت نمیذاش این اتفاق بیفته، ولی میگه این جذابیت همیشه دست و پای جویس رو بسته بوده. بحث جذابیت چه، بذارید من یک چیز جالب در مورد اتفاقی که برای جویس افتادم بگم. مؤسسه‌ای که به جویس خونه رو داده بوده یا مؤسسه‌ای که مؤسسه خشونت خانگی، نه مؤسسه‌ای که این ساختمون رو در اختیار خشونت خانگی قرار داده بوده، جویس رو چند بار دیده بوده و اینکه این مؤسسه میگفته که چرا ازش پرسیدن که چرا بعد از 3 سال نرفته بودن سراغ، بعد از 3 سال رفته بودن سراغ جویس، میگفت که جویس آدم جذابی بوده و برای ما خیلی عجیب بوده که این آدم جذاب هیچ دوستی نداشته باشه، برای همین ما تو 3 سال گذشته فقط نامه‌نگاری می‌کردیم و توقع داشتیم جواب ما رو بدن و به نظر اونها آدم جذاب نباید تو تنهایی بمیره و این بزرگترین و اشتباه ترین قضاوتی که انسان میتونه نسبت به انسان دیگه داشته باشه که ظاهر خوش یا زیبا یا جذاب یک فرد رو نگاه بکنه و فکر کنه از درون انسان خیلی سالمیه و هیچ مشکلی نداره. یه شرکت حسابرسی خیلی مطرحی تو دنیا وجود داره به نام ارنست اند یانگ. این شرکت جزو 3 تا شرکت حسابرسی مطرح دنیاست و خیلی هم کله گندن به قول معروف بر خودشون. جویس هم تو این شرکت کار میکرده، فقط کار نمیکرده، مسئول یکی از بزرگترین بخش های این شرکت هم بوده.
ایشون مدیر بخش انتقال پول شرکت تو بخش خزانه داری بوده. جویس 2 تا همکار توی این مؤسسه داشته به نام کیم بکن و دن رابرتس. این دوتا روایت میکنن که جویس تو 2 سالی که تو اونجا کار میکرده نامزد هم کرده بوده، گویا نامزدی که دوست نداشته خودشون نشون بده و همیشه دوست داشته پنهان بمونه و جویس هم نمیتونست اونو معرفی بکنه به دیگران. همکاراش میگن که جویس تو سال 2001 به طرز شگفت‌انگیزی تصمیم میگیره که استعفا بده. کیم میگه که داستان‌های خیلی عجیب و غریبی حول و حوش استعفای جویس وجود داشته و اینکه معلوم نبوده به چه دلیلی داره استعفا میده. یه عده میگفتن که جویس قراره به مسافرت طولانی و دست جمعی بره، یه عده میگفتن که نه، جویس مورد سرقت قرار گرفته بر همین داره استعفا میده. در هر صورت جویس تو سال 2001 استعفا میده و از شرکت نست اند یانگ میاد بیرون. چیزی که مشخصه فاصله بین استعفا تا مرگ جویس پناهنده شده بوده به سازمان مبارزه با خشونت خانگی. وقتی که دوستهاش، همکاراش این داستان رو میشنون که جویس پناهنده شده بوده به سازمان مبارزه با خشونت خانگی تعجب میکنن و این کار رو یک جورهای غیر ممکن میدونن که چرا که جویس خیلی آدم جذاب، باهوش و خوبی بوده و براشون عجیب بوده که جویس پناه برده بوده به سازمان مبارزه با خشونت خانگی. دن میگه که جویس یه آدم خیلی پرشر و شور بوده و براش خیلی عجیب بوده که همچین آدمی که اینقدر شر و شور داره و اینقدر محبوب بین دیگران، این هم در تنهایی بمیره. وقتی به دوستهای جویس عکس خونش رو نشون میدن به شدت تعجب میکنن. توقع داشتن که خونش یه چیزی به سبک ویکتوریایی باشه، مبلمان خیلی شیکی دور اطرافش باشه، کلی چیز خیلی جالب تو خونش باشه. اونا توقع همچین خونه‌ای رو نداشتن و براشون خیلی عجیب بوده که جویس تو همچین خونه‌ای زندگی میکرده. دیگه فکر کنم اکثرمون فهمیدیم که جویس یه آدم پرشر و شور بوده، یه زندگی خیلی جذاب داشته، خوشگل بوده، آرزوی هر مردی بوده که بتونه با خودش جویس رو به رخت خواب ببره. و همینها باعث میشه که داستان جویس عجیب بشه که دختری با این مشخصات، با این همه کمالات، چطور ممکنه یک روزی به همچین مرگ دردناکی دچار بشه و اون هم در تنهایی بمیره و بعد فقط جنازه یا همون بهتر بگیم اسکلت اون پیدا بشه. چیزی که در مورد زندگی جویس میشه تا الان فهمید اینه که زندگی اجتماعی جالبی داشته. یک مقدار تو زندگی اجتماعیش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که جویس رابطه زیادی با مرد داشته، یعنی آدمی نبوده که تنها باشه. ولی عجیب ترین بخش داستان اینه که هیچ وقت هیچ مرد ثابتی تو زندگیش نبوده. دوست پسرهای زیادی داشته. چیزی که نقل میتونیم بکنیم اینه که واقعا دوست پسرهای زیادی داشته، به نقل از خیلی ها. برای مثل کریک تورن که از قضا یکی از صاحبخونه‌های قدیم جویس هم بوده تو دهه 80، میگه که جویس یه آدم خطرناک برای زنها بود، چون هم جذاب بود، هم موفق بود، هم باهوش بود و هر مردی آرزو داشت که جویس رو به دست بیاره و خب واقعا برای زنها خطرناک میشد همچین آدمی، چون یک حس رقابتی بین زنها برای کنار زدن جویس ایجاد میشد. زندگی جویس مملو از مردانه، همونجوری که کریک میگه اون توقع داشته که تو سن 36 سالگی حداقل جویس بتونه یک مرد رو برای خودش پیدا بکنه و باهاش زندگی بکنه. توقع نداشته تو تنهایی جویس تو بعد از 3 سال جسدش پیدا بشه. چیزی که تا الان مشخص شده این که جویس یه زندگی اجتماعی خیلی پیچیده‌ای داشته. دوست پسرای زیادی داشته، به طوری که مثلا ما یک دوست پسر از جویس میشناسیم به نام جیسون. جیسون میگه که من یک مدت 1 تا 2 سالی با جویس در ارتباط بودم. جیسون از یه خانواده متوسط کارگر لندنی بوده و خب یه شغل خیلی خوبی هم نداشته. میگه که تو مدتی که با جویس دوست بودم بیشتر احساس ضعف میکردم، چرا که جویس از من بیشتر سر بود و فکر میکردم اون داره من خیانت میکنه. جویس روایت میکنه که قبل از اینکه با جیسون روایت میکنه، ببخشید من اشتباه گفتم، جیسون روایت میکنه که قبل از اینکه با جویس با اون دوست بشه، گویا با یک فردی از نمایندگان مجلس هم دوست بوده و همچنین با یه دوست دیگه‌ای هم که داشته گویا یه فردی بوده که مدیر برنامه‌های یه خواننده آرنبی آمریکایی بوده. بعد از اینکه یه پیگیری میکنیم در مورد این موضوع میفهمیم که این فرد کسی است به نام آلیستر ایروبون اگه اشتباه اسمش تلفظ نکنم، یه فرد زیمبابوییه که مدیر تور یه خواننده آرنبی آمریکاییه. حالا اسم خواننده هم نمیدونم من که بهتون بگم. در صورت نمیشه گفت این فرد دوست پسر جویس بوده. تو مصاحبه‌ای که میکنه، تو صحبتایی که میکنه، میگه که من با جویس توی مدتی تو سال دهه 90 یا 1990 مدت 2 سال تا 3 سال هم خونه بودم، یعنی هم خونش بوده جویس. بیشتر از اینکه دوست پسرش باشه احساس میکرده که پدر جویسه و حس پدرانه نسبت به جویس داشته.
به خاطر شغلی هم که این فرد داشته، افرادی که میمدن خونه اینها خیلی به صنعت موسیقی و هنر در ارتباط بودن و میگفت که اون دوران برای جویس خیلی دوران خیلی خوبی بوده و خیلی دوست داشته این دوران، به طوری که مثلا میگفته با خیلی از اون کسانی که میمدن خونهشون در ارتباط بوده و خیلی از اون خواننده ها و اون موزیسین هایی که میمدن میدیدن این فرد رو، این مدیر برنامه رو میشناخته و باشون رابطه داشته. گویا روایت میکنه که جویس خیلی به موسیقی علاقه داشته چون یک صدای خیلی جذابی داشته و گویا خیلی خوش صدا هم بوده جویس. همین روایت رو میتونیم ما از زبون هم صاحبخونه قبلی جویس به نام کریک تورن بشنویم که میگفت کریک تورن هم تو صنعت موسیقی کار میکرد. اینم یادآوری بکنم. میگه که یه دوره‌ای بوده که جویس برای اینکه تو خونه زندگی میکرده یه دوره‌ای اومده بوده به یکی از خواننده‌های پانک اون زمان کمک کرده بوده برای ساخت یه آهنگ، ولی دست بر قضا ریکورد اون آهنگ گم میشه و دیگه نمیتونن اون آهنگ رو منتشر بکنن واسه جویس. آلستر میگه که جویس تو سال 1990 همراه با بقیه موزیسین های مطرح آفریقایی توی کنسرت معروف آزادی آفریقا، آزادی آفریقای جنوبی که برای نلسون ماندلا اجرا میشه حضور داشته. این کنسرت توی انگلستان تو ویمبلدون اجرا میشه و خب خیلی هم مطرحه تو صنعت موسیقی و خیلی آدم‌های خیلی خفنی توی این کنسرت اجرا داشتن و از مال سال 1990. این فایل ویدیویی رو اگه باز بکنید و ببینید میبینید که جویس وینسنت هم تو دسته گروه نوازنده ها حضور داره. وقتی به چهره جویس تو این تصویر نگاه میکنیم، دختری 26 ساله میبینیم که جاه‌طلب و بلندپروازی خودش داره. شاید برای ما یه آدم عادی باشه که توی یه صحنه توی یک فایل ویدیویی دیده میشه، ولی وقتی داستان جویس رو میشنویم، وقتی میفهمیم که تو همچین جای بزرگی حضور داشته، برامون عجیب میشه که چطور ممکنه 12 سال بعد 13 سال بعد جویس وینسنت تبدیل به استخوان‌هایی بشه که ما باید داستان اون رو روایت بکنیم. زندگی خیلی عجیبه و عجیب‌تر از اون اینه که ما آدم‌ها چطوری ممکنه یک دفعه تبدیل بشیم به موجوداتی که هم به راحتی فراموش میشیم. داستان جویس وینسنت همینجا به پایان میرسه. بزرگترین سوالی که شاید برای من و شماها ایجاد بشه اینه که چرا جویس وینسنت باید در تنهایی بمیره؟ سوالی که جوابشو واقعا من نمیتونم بهتون بدم. همونطور که دیدید جویس وینسنت زندگی اجتماعی خیلی خوبی داشته. آدم پرشر و شوری بوده، دوستان خوبی داشته، آدم جذابی بوده و هر مردی آرزو داشته اونو به رخت خواب خودش ببره. آدم‌های بزرگی رو دیده بوده، نلسون ماندلا رو هم نزدیک دیده بوده، برای آزادی آفریقا آهنگ خونده بوده و کلی کار دیگه کرده بوده. من نمیتونم بهتون بگم که چرا جویس وینسنت در تنهایی مرده، اما چیزی که برای دلیل مرگ جویس وینسنت ثبت شده حمله آسم یا خونریزی معده بوده. چیزی که ما نمیتونیم براش هیچ دلیل قانع کننده پیدا بکنیم اینه که چرا جویس وینسنت باید 3 سال تمام تو خونه‌اش تنها بمونه. من از اینجا بعد رو میذارم برای وقت شما شنونده، اینکه چطوری میخوای از این داستانی که براتون روایت کردم برداشت بکنید. میتونید برداشتتون خیلی ساده باشه و بگی خب یک روایت خیلی سطحی بوده از داستان جویس وینسنت، و میتونید به اینجوری نگاه بکنید به داستان که چطوری ممکنه آدم‌هایی که واقعا زندگی خیلی پرشر و شوری دارن و نشون میدن که ظاهر خیلی خفنی دارن، از درون در تاریکی هستن. در هر صورت قسمت سوم رادیو عجایب هم به پایان خودش رسید. امیدوارم ازش لذت برده باشید. خیلی عذر میخوام که اینقدر طول دادم که اپیزود سوم منتشر بکنم. میدونم که کم های زیادی داره این اپیزود، میدونم که روایتش با روایت دو قسمت قبلی فرق میکنه، نتیجه گیری قالبی توش وجود نداشت، ولی دوست داشتم این داستان رو روایت بکنم. از روایت کردنش پشیمون نیستم و این چیزی بود که دوست داشتم شما هم با من شریک بشید و بشنویدش. اگه مشکلی داشتید تو بخش شنیدن یا توی صدا یا کیفیت کار حتما من بگید. اگر پیشنهادی دارید حتما باز به من بگید، من حتما میشنوم حرفای شما رو و سعی میکنم بهتر بشم. در نهایت تشکر میکنم از شما که باز پادکست منو میشنوید. با امید دیدار با اپیزود بعدی.